بازیکن باید فقط تمکین بکنه ولا غیر. من کلمه بی احترامی به کسی کردم، با اجازه مربی هم رفتم تو رفت. خب باید بره دیگه. بس نمیتونه تو دستشویی باشه تا بازی بعد که باید بره دیگه. من فکر می‌کنم این بازیکن اگه تعویض هم بشه باید ناراحت شه، نه خوشحال باشه. اینجوری نگاه کردن گفتیم بهترین راه اینه که بازیش ندیم که دیگه اصلا نیازی به نگاه کردن اطراف نداشته باشه، تعجب هم نکنه، نه بازی میکنه نه تعجب میکنه، جایی که نخواد عوض بشه تعجب نمیکنه و این تنبیه بود یاد بگیره. خیلی شاکی بودی، حالا اینکه دوربین تلویزیونی به وضوح نشون دادن مشابه حرکت نیکبخت بود دقیقاً، لباس رو در آوردی و کلا بوجه نبود، چون که من از مربی تیم اجازه گرفتم رفتم تو رختکن. الان باید بدونه که پیرن استقلال نباید پیرن استقلال رو بی احترام در آورد. صحبتی شده اصلا کمیته انضباطی باشگاه باهاتون یا نه؟ با من هیچ صحبتی نکردم. 100% چون که شما فرهادو اصلا 3 تا بازی تنبیه کن، اون قابل تحمله برش، ولی اسم میلیون میاد چارچوب بدنش میلرزه فرهاد. چرا؟ نمیدونم، وحشتناک نسبت به میلیون حساسه. اسم میلیون میاد. حالا ما از امسال که ما این تو باشگاه فقط داریم جریمه میشیم، یالا نمیدونم یالا تا آخر فصل ببینیم چی جوریه. شیرین فراز هم یه جریمه میلیونیش کردی شده بود، الان هم بهش گفتیم میلیونی جریمه میشه. 2 ساعت زودتر اومده سر زمین نشسته، بعد از اونم 2 ساعت که همه میرن میشینه، یه دفعه اتفاق نیفته تغییر نکنه. 50 دفعه به من زنگ زد تمرین کجاست، که یه دفعه تمرین تغییر نکرده باشه. همینجوری نگرش داریم، میتونیم ان شاء الله جام اسمی رو با فرهاد فتح بکنیم. اسم میلیون بیاد فرهاد اونجا خود به خود